بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. اشرفی هستم از ارومیه. آقای اشرفی از ارومیه، بفرمایید برادر عزیز. در این مورد این دو کلیپ می‌خواستم صحبت کنم. بفرمایید آقای اشرفی. من این دو کلیپ دیدم، هیچ کدومش رو قبول ندارم. اینا همش دروغه. اصلا امکان نداره. حضرت علی چی هستم، ولی خب میدونم اینا عقل دارم، اصلا امکان نداره. خود پیغمبر ما این کارو رو نکرده که حضرت علی بتونه تو شکم مادرش این حرف بزنه. اینا ملت شیعه اینا رو قبول ندارن. اینا رو آخوندا میگن، ولی ما به هیچ عنوان قبول نداریم. من خودم به شخصه قبول ندارم. بله آقای اشرفی بزرگوار، شما به عنوان یک برادر عزیز شیعه ما، به نظر شما هدف آخوندها از بیان این افسانه ها چی است؟ هدف گمراه کردن مردمه، به راه خودشون کشوندن و به خاطر چیز خودشون، منفعت خودشون، جیب خودشون رو پر کنن. درسته؟ درست. تشکر از شما. فقط به خاطر خودشونه. درست. تشکر از شما برادر عزیز آقای اشرفی از ارومیه. خیلی خوشحال شدم. موفق باشین. سلامت باشین. تشکر از شما. خدا نگهدار.